اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود پروردگار یگانه و یکایک شما مخلصان برنامه آستانه ما و تمام مخلصان پیام. امروز با هم درباره تربیت فرزند و علل خصوص 3 نکته مهمی تربیت صحبت میکنیم. و عزیزان، پیش از اینکه به این 3 نکته مهم داخل شوم، باید بدانیم که پروردگار به دست پدر و مادر یک کودکی تماما پاک سرشت و دور از تمام خرافات و نقصانهای عقایدی و اخلاقی را می‌دهد، آن هم به حیث امانت. و این پدر و مادر هستند که این کودک را یا تربیت خوب میکنند و کمال میرسانند، یا طرز تربیت میکنند که کودک تمام عمر نمیداند کدام راه را برای خود انتخاب کند. و ایده هم هستند که خیلی خرج خود را برای تربیت کودک میدهند، خیلی کوشش میکنند، ولی میبینند که هدایت نصیب کودک آنها نیست، همان گونه که خواستن این گونه بزرگ نشد، که این تماما مسئله دیگر است، یا گفته مسئله استثنایی است. اما در قاعده کلی الهی، هر یک کودکی که پدر و مادر در حقیقت برای او همان طرزی که باید کوشش میکنند، آن کودک یک کودک بزرگ می شود که در حقیقت آن چیزی که برای او پدر و مادر خرج کردن آن را دارا می باشد. و امروز می بینیم که تا چه اندازه کدام نقطه های مهم و یا اصول های مهم را پدر و مادر از جهت یا لحاظ علمی باید پیشه گیرند، تا اینکه حداقل کودک آنها خیلی موفق نگردد هم به اندازه کودک گردد که نزد دیگران سرش خم نباشد یا خود را در قطار دیگران حس کند. و اگر ما بگوییم که کودک هر چیزی که دارد این به دست پروردگار است و پدر و مادر هرگز در این باره دخالت کردن نمی توانند، این تا اندازه تهمت کردن به تقدیر می باشد. برای اون که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند کل مولود یولد علی فطره، هر یک کودک با فطرت یا با سرشت یکتاپرستی پاک تولد می شود. فابواه، یعنی پدر مادر این کودک، یهودانه، یا این کودک را یهود بزرگ می کنند، او ینصرانه، یا نصرانی، او یمجسانه، یا اینکه مجوسی. پس حتی در مسئله های اعتقادی، در مسئله این که کودک یکتاپرست می شود یا پیروی دین دیگر، پدر و مادر تا حد تأثیر خود را دارند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا گفتن بدانید که کودک یک باره مشرک به دنیا نمی آید، کودک یک باره گمراه به دنیا نمی آید. این شما هستید پدر و مادر که در اختیار دارید که کودک خود را به کدام راه روانه می کنید که دوامش هم در بسیار مسئله ها شما مقصر می باشد. و چون مسئله رو، یعنی مسئولیت تربیت کودک را پیامبر صلی الله علیه و سلم به دوش پدر و مادر نهادند، پدر و مادر هنوز پیش از ازدواج باید در این مسئله فکر کنند و هر یک مرد باید بداند که برای فرزندان خود کدام مادر را انتخاب کرده ایستاده است و هر یک زن باید فکر کند که این مردی که او انتخاب کرده ایستاده است آیا سزاوار پدر شدن هست یا نه. و اگر به مسئله های اساسی که باید ما در تربیت فرزند رعایتش بکنیم اگر نگاه کنیم، پیش از همه این بنای معنویات یا تأمین کردن غذای معنوی به کودک می باشد. هر چی گوییم هم، اگرچه هزارها بار بانگ زنند و داد زنند که بدون دین هم یک انسان می تواند یک انسان خوب به وایه برسد، حتمی نیست که تو باید مسلمان باشی، حتمی نیست که پیروی یک دین باشی مهم انسانی خوب باشی، ولی می بینید که چقدر انسان هایی که گفتن که ما به خدا هستیم ما اما خوب هستیم، در آخر عمر یا دست به خودکشی زدن، یا اینکه دست به مواد مخدر زدن، یا اینکه به یک کارهای دست زدن که از انسان هرگز این کارها رو نباید انتظار شد. برای همین چگونه ای که پدر و مادر به جسم
کودکی خود و پوشیدن او و این چونین به غذای او اهمیت میدهند، حتما باید به غذای معنوی او هم اهمیت دهند. و چطوری که میدانید انسان از دو چیز عبارت است، یکی جسم و دیگری روح. اگر روح انسان مثل جسم انسان غذا نگیرد، پوشیده نشود، سیر نشود، آن روح تا اندازه دیوانه میگردد که جسم را به کدام جنایت های نمیبرد. و از اینکه کودک شما جسمش گرسنه باشد، آنقدر نباید پدر مادر ترسان و هراسان باشند. اگر اما روح کودک یعنی معنویات کودک ضعیف است و از لحاظ معنوی کودک گرسنه است، اینجا باید خیلی و خیلی ما برای کودک تأسف خوریم، برای آنکه این کودک راه خود را گم میکند و به کارهای دست میزند که ما هرگز این را به فرزند خود نمیخواهیم. و اگر بسیاری ها همیشه در فکر مادیات کودک هستند، یعنی حتی پدرهای زیاد، من همیشه برای فرزندان خود هر چیزی که خواستن خریدم، هر چیزی که گفتن خوردن، یا اینکه از لباس هرگز فرزندان من کمی ندارند. مادرهایی هستند که بیگاه الکی برای خود یک نقشه دارند که فردا با کدام غذا فرزند خود را سیر میکنند، یا اینکه هنوز موسم زمستان ندر آمده، برای زمستان لباسهایشان آماده است، نقشه آن را دارند. بهار نشده، الکی برای بهار چه لباس میپوشد، چه خوراکهای در تابستان و بهار باید بخورند، این چیزها هست. اما از لحاظ معنوی این کودک من چه فکر داشته باشد، فکر کودک رو من با چه چیزها، یعنی کلای کودکم رو به آسانی بگویم یا ساده تر پرش کنم و به کودک خود چگونه بفهمونم که دنیا، مقصد از به دنیا آمدن انسانیت چیست و بودن من و تو چیست و هدف ما رو آفریدن پروردگار چیست. این چیزها به فکر یگان مادر تقریبا نمیرسد. یعنی گویا که مسئولیت مادری من، مسئولیت پدر بودن من همون جسم کودک است که جسم آدمیزاد میدانیم یا 70 سال یا 75 یا 8 زیاد 100 دیگر زیر خاک می شود، اما روح انسان است که آن روح باقی میماند در حیات برزخ و سپس قیامت. و حتی هر کسی که روحی سالم دارد، الکی جسم او اگرچه گرسنه باشد، اگرچه برهنه باشد، او یک جسم مبارک می شود. آیا عالم را، شاعر را، بزرگ را تقریبا به یاد دارید که خیلی پوشیده بود و خورده بود و یک به درجه بزرگی رسید؟ برعکس انسان ها رو گرسنگی می سازد، بعضن تشنگی می سازد، بعضن در لباس کمبودی از صبر را می آموزاند. اما کمبودی غذای معنوی انسان را بیمار می کند تا اندازه بیمار که جسم او دیگر اطاعت آن روحی که گمراه گشته است می کند. برای همین به قرآن کریم هم اگر نگاه کنیم، الله می گوید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. وقتی شما از شریعت روی گردانیدید، وقتی شما معنویات را کنار گذاشتید، وقتی شما گفتید به من نه قانون الله در کار است، نه به من شریعتی که پروردگار برای من گذاشته است، من هر طوری که هوا و هوس خود یا به طور بعضی عقل خودم حکم میکند میروم، فإن له معیشة ضنکا. بدانید که برای شما حیاتی تنگ، زندگی که خیلی تنگ و تاریک است، زندگی که در آن سعادت وجود ندارد، برای شما نصیب می شود و این من هستم که به شما این گونه زندگی را نصیب می کنم. و می بینید که اگرچه آنهایی که از تمام مادیات صاحب کلی خوردنی و پوشیدنی و دیگر خانه و ماشین دارند، وقتی معنویات آنها ضعیف است یا روح آنها غذای معنوی نگرفته است، به چه کارهای دست میزنند؟ همیشه ناامیدی، همیشه گرسنگی، علل خصوص جسم که سیر شدنی نیست، یا اینکه روح انسان که تماما اگر او غذای معنوی نگیرد، خیلی که گفتیم بدن را یا جسم را به کدام کارهای نمیبرد. پس اینجا مادران عزیز، برابر این خیلی برای بدن کودک خود و این چونین شکم کودک خود فکر میکنیم که چگونه سیرش کنیم، چگونه بپوشانیم، چی باید پوشد که شرمنده نشود، چی بخورد که بیمار نشود و چی خورد تا اینکه به یگان مشکلی های دیگری زندگی رو برو نشود. باید فکر کنیم که غذای معنویش چی است.
یا درباره صبر همراهش صحبت کردیم، درباره مصیبت صحبت کردیم، درباره مردن پس از مرگ به هر یک قدم و نفس خود سوال و جواب دارد صحبت کردیم، درباره آزار دیگران گناه دارد صحبت کردیم یا نه. مسئله های معنوی هم خیلی مهم است و برابر هر روزی که کدام غذای برایش آماده میکنید فکر کنید، حتما از لحاظ معنوی درباره چی همراهش صحبت میکنیم، از این غذا چی برایش آماده میکنیم باید صحبت داشته باشیم. که این مسئله خیلی که گفتم خیلی جای تاسف است که زیادی ها همیشه درباره مادیات هستند و حتی پدرهای زیاد هم هستند که آیا کمبودی پای افزار دارد، کمبودی سر و لباس زمستانه بهارانه تابستانه دارد، ولی اینکه کودک کیهاز 16 ساله 17 ساله الکی بزرگ است و خیلی به کمبودی های معنوی نیاز دارد، کسی در این باره صحبت نمی کند. و این نکته اول بود. نکته دوم عزیزان، نکته که من اینجا یک سه تاش را آوردم اگرچه خیلی زیاد است، نکته های مهمی که بنده در جامعه تاجیکی خودمان کاسته بودنش را میبینم. نکته دوم این احترام کودک است و عجیب این است که همیشه خواه از منبر مساجد باشد، خواه در شعر شاعران باشد، خواه در صحبت های استادان باشد، درباره احترام پدر و مادر صحبت میکنند و البته که پدر و مادر تاج سر ما هستند و دربارهشان آیت های قرآن کریم است. اما درباره اینکه کودک هم یک شخصیت هست، او هم احترام دارد، فکر او را، خواسته های او را، انتخاب او را باید احترام کرد. نمیگویم که باید به خواسته های کودک راضی شوی، تمام خواسته های کودک را برآورده کنیم، تمام فکرهای او را درست گوییم، نه، باید احترام کرده شود. و اگر ما یک نفر را احترام کنیم، اگرچه خطاگی داشته باشد هم خطاگی او را طرز بیان میکنیم که اون طرف از ما نرنجد. ولی متاسفانه وقتی مسئله با فرزند ما هست و بعضا فرزند الکی 14-15 ساله که او الکی انسانی بزرگ است، اگر فکر غلطش از دهانش برآمد، یا با تحقیر یا با مسخره یا اینکه عموما الان دهانت را دیگر باز نکن من شنیدن نمیخواهم گویان، کودک را به یک زیر زمین میبریم. یعنی عموما برای احترام فکر یا اینکه گفته اش یا بعضی از انتخابهایش که حتی انتخاب خطا باشد در زیاد پدر و مادران دیده نمی شود. تا اندازه که فرزند، یعنی اکثریت فرزندها کیها به خود تصمیم گرفتن که آنها هر چیزی که انتخاب کردن غلط است، هر چیزی که گفتن غلط است، برای همین نباید بگویند، نباید انتخاب کنند. انسان 40 ساله است میگوید اول باید با پدرم مشورت کنم. زن الکی 35 ساله هست، شاید به نزدیکی مامان شود یا اینکه مادر بزرگ شود، میگوید من اول با مادرم مصلحت کنم بعدم میگویم. یعنی شما هنوز در کوچکترین مسئله ها نمی توانید فکر خودتان رو بیان کنید، در کوچکترین چیزها نمی توانید بگویید که انتخاب من این است یا این نیست. از کجا این سرچشمه می گیرد؟ از جایی که ما تماما از خردی به کودک به رأیش یا فکرش یگان احترام نگذاشتیم، یا اینکه برعکس وقتی که تصمیم ها گرفت که البته کودک بزرگ خطا میکند، تصمیم های کودک غلط بود، او رو یا مسخره کردیم یا تحقیرش کردیم یا طعنه‌اش زدیم که او دیگر یگان تصمیمی رو بدون ما نمیگیرد یا از تصمیم گیری میترسد. و وقتی که کودک به بی احترامی عادت کرد و وقتی که کودک رو پی در پی نااحترامانه بزرگش کردن، دیگر او از یگان احترام، از یگان عزت انتظاری ندارد. به احترامی برای او یک خصلت طبیعی هست. این گونه در خانه بزرگ شد، پدر و مادرم مرا احترام نمیکرد، کجا رسد که به زن و همسرم و همسایه و همسنفانم و همکارانم و این چنین انسان‌های دیگر که خارجی هستند. یعنی من از خردی بزرگ شدم با یک شخصیتی بدون عزت و احترام که از کسی انتظار احترام نیستم و این چیز را پروا هم ندارم. انا این گونه یک ببخش جانوری رو بزرگ میکنه، در حالی که اگر به زندگی پیامبر نگاه کنیم یا اینکه و زندگی بزرگان دیگر نگاه کنیم، هر پدر و مادری که میخواهد یک فرزند خوب بزرگ کند، خیلی میخوام درباره بزرگان کتاب ها بخوانند و ببینن که
اون پدر و مادری آنها با آنها چگونه معامله کردند، چگونه که میدانیم از درخت سیب که انتظار انار یا چیزی دیگر نمیشود، از سیب میروید، از زردالو. این پدر و مادران بودند که نهالهای اول را کشتند، سپس فرزندان آنها به درجه رسید. برای همین اگر به زندگی پیامبر نگاه کنیم، حدیث در صحیح بخاری مسلم است، باری بود پیامبر از طرف چپشان بزرگان را داشتن، یعنی نفرانی که سن سالشان بالا است. از طرف راستشان باشد یک کودک از طرف راستشان بود، از طرف چپشان یک چند انسان‌های سن سالش بالا. به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نوشابه می آورند، در روایت شیر می آورند و چگونه که می دانیم در وقت دادن آب باید از طرف راست شروع کنیم. و اینجا که حق کودک بود، کودک به پیامبر صلی الله علیه و سلم به کودک نگاه کرده میگویند اگر تو اجازه دهی من اول به تو نه که تو در طرف راست من هستی، حق تو به تو نه بود، و نفرانی که در دست چپم است به اینها بدهم. تو اجازه میدهی برای من یا نمیدهی؟ و اون کودک میگه نه اجازه نمیدهم، نمیخوام حق من رو به آنها بدهید، اول از من شروع کنید. پیامبر هم دیگر از خود اون کودک شروع میکند و نگاه کنید که اولا اون کودک بود، یکم از او اجازت گرفتن، دوم وقتی که کودک اجازه نداد حتما از او شروع کردن. و در ما خیلی کم پیدا میکنه نفرانی که در مال که مخصوص کودک است از کودک اجازت گیرن که فرزندم اجازه میدهی از همین چیزی که از آن تو هست یا پولی که برای تو پدرت الان داد یا اینکه کسی دیگر هدیه داد من هم بگیرم یا به من لازم است، فرزندم به من اجازه میدهی که در این وقتی درس تو هست تو مشغول کار من شوی. این گونه اجازت ها عموما دیده نمی شود، یعنی به احترامی که نسبت کودک داریم، به احترامی که درباره تصمیم های کودک یا انتخاب کودک زیادی پدر و مادران دارن، چه خیلی که گفتم کودک را همین گونه به شرف حتی به احترام بزرگ میکند که کودک دیگر تمام عمر انتظار هیچ احترامی هم نیست و تا اندازه بردصفت بزرگ می شود که حتی دشنامش کنن هم پروا ندارد. آخر که او تمام عمر با دشنام بزرگ شده بود، تمام عمر که دشنام شنید، دشنام برایش خیلی چیزی عادی است. برعکس این کودکانی که در خانه صاحب احترام هستند، همون گونه که از پدر و مادر احترام دیدن، همون گونه به کودکان خود هم احترام میگذارند، همون گونه پدر و مادر خود رو هم احترام میکنند و در بزرگی به کسی اجازه نمیدهند به آنها نااحترامی کنند، به کسی اجازه نمیدهند آنها را به مسخره و طعنه و تمسخر دیگر صدا زند. میگویند من این گونه بزرگ نشدم که به من این گونه مناسبت کنی، احترامت باید در جایش باشد، با من حتی پدر و مادرم این گونه صحبت نمیکنن، تو به کی اجازه میدی؟ و میبینی که یک انسانی با شرف، یک انسانی صاحب عزت و احترام بزرگ میشوند. اما امروزه اکثریت زنها که برای آنها تمام حقارت و دشنام یکم پروا ندارد، یعنی زن را حتی همسایه و ببخشید خر همسایه دشنامش میکند، پروا ندارد، عادی انتظار است دیگر برای اون چیز عادی است، همینگونه بزرگ شد. یا یک مردی که صاحب کار او رو چقدر دشنامش میکند، دوستان و رفیقان او همیشه رو مسخره میکنند، برای اون که این گونه بزرگ شد. و این گونه تحقیری که در خانه می شود، مسخره‌ای که در خانه می شود و نااحترامی که پدر و مادر به مال کودک، به شخصیت کودک، به قرارهای کودک میکنند، کودک را یک انسانی ضعیف و ناچیز و یعنی حقیر به ویه میرسانند. بعدش هم انتظار هستند که کسی او را دشنام نکند، بعدش هم انتظار هستند که همسایه ها چرا او را مسخره میکنند، چرا همسایه ها نام او را بی‌زیب به زبان میگیرند. شما که در خانه این گونه صدا کردید، این گونه مناسبت کردید، از همسایه چه چیز انتظار هستید؟ برای همین نکته احترام در صحبت کردن، احترام در پرسیدن فکرش که تو چی فکر داری، اینچنین احترام درباره اجازت گرفتن از چیزهای شخصی کودک و اینچنین حتی بعضا معذرت خواهی کردن از به کودک وقتی در حقیقت بالای کودک ظلم کردیم، کودک را یک شخصیت قوی با اعتماد و خودباور بزرگ میکند که این مسئله باید حتما در خانه رعایت شود. حتی از کودکی که 2 ساله است، 3 ساله است، باید ما شروع کنیم تا بزرگ شدنش و میبینید که احترام و خود احترام می آورد و یک انسانی با احترامی را ما بزرگ میکنیم. و چیز دیگر این است که از نکته های مهمه که
در این مسئله باید ما رعایت کنیم. جدا کردن وقت کافی برای صحبت کردن با کودک می باشد. وای که از دست این تلفن و از دست یوتیوب و از دست شبکه‌های اجتماعی که امروز داریم، تقریبا پدری که نشسته درباره همسنفان فرزندش، درس همین روزه فرزندش یا همین روزت رو چه خیلی گذرانیدی میپرسیده باشند، تقریبا یافت نمیشوند. و این چونین با این گروه های خرید و فروش زیاده که الان هست، چقچقی و عائلوی زیاده که هست و این چونین با هزار و یک کانال های تفریحی که هست، خواهران یا مادران جوانی که علل خصوص با فرزند خود نشینند و درباره حیات کودکشان که چگونه یک فکر دارد، جهان کودکی فرزند من چگونه است بپرسند، تقریبا پیدا نمی شوند. مویون فرزندان خود را ببخشید عوض کردیم با تلفن، با یوتیوب، با چقچق ها، با دخالت کردن به زندگی دیگران. فلانی عروسش رو چه خیل کرده است، فلانی با شوهرش چه خیل کرده است، خبرداری جزئیاتش رو به من بگو، چه خریده است، چه خیل خانه خریده است، چه بلا. یعنی درباره جزئیات کوچکترین زندگی دیگران دخالت میکنیم، در حالی که فرزندمان در داخل خانه اما تماما فکرهای غلط دارد، روش یا بینایش غلط به دنیا دارد، یا اینکه رفیقهای دارد که باید درباره رفیقهایش صحبت کند، یا بعضی رازهای دارد که اون رو باید با ما گوید، برای او وقت نداریم. الان نه، بعداً تلفن همیشه در دست و میبینید که وقت کافی جدا نمی شود برای فرزندان. انا این سبب می شود که زیاد از پدر و مادر بعد از این که کودکشان 17 ساله یا 18 ساله شدن، بعد از این به خاطرشان می رسد که چقدر فرصت های تربیت از دست رفت، چقدر وقت های در دست شما بود، شما آن وقت را هدر کردید. و اکنون کودک هم عیناً مثل شما، پسرم مادر الان من تلفن در دستم است، همراهت میخوام صحبت کنم، الان وقتی آنه. ما امروز در این گروه، فردا در این گروه، همیشه با همدیگر صحبت داریم. انا اینجا جدا کردن وقت برای کودکان از مهمترین نکته های تربیت با فرزند می باشد که حتما باید همراهش صحبت کنیم. تا چقدر با فرزند صحبت کردیم همان قدر به اون نزدیک می شویم. درباره از ترس های کودک با خبر می شویم و چگونه این ترس های کودک را باید معالجه کنیم، از فکرهای غلط کودک، از بعضی دروغ های کودک، از بعضی دوست یا دوگانه های کودک که ما نمیشناسیم اما همراهی او بوده از فرزند ما، یا از بعضی سر و اسرارهایی که حتما باید ما اصلاحش کنیم، در وقت صحبت این چیزها همش آشکار می شود. برای همین جدا کردن وقت برای کودک، برای دخترچه، برای پسرچه، چی مادر باشد چی پدر، اینجا نمیگیم که همه این مسئولیت بالای گردن مادر است. نه، در این نکته هایی که بنده الان تذکر دادم، هم مادر و هم پدر شریک هستند. با تلفن حتی پدرهایی که دور هستند، عجیبش این است که میگن ما از کار خسته شده می آیم، لیکن برای تماشای یک فیلم حتما وقت جدا میکنید، برای صحبت با چقچق با یگان دوستتان حتما وقت جدا میکنید. چرا؟ برای جگربند خودتان که آینده او را پروردگار به دست شما داده است. و این چونین این کودک فردا گریبانگیر شما می شود که اون زمان کجا بودی، زمانهایی که من با این مشکلی ها بودم، از همان کودکی در من باقی ماند، تو کجا بودی؟ چرا برای او کمترین وقت خود را جدا نمی کنیم؟ و علل خصوص وقتی کودک ما زیادی در مکتب وقتی خود را میگذراند، مکتب ها هم دارند شروع می شوند، تا 6 ساعت تا 7 ساعت تا 8 ساعت کودک در خانه نیست. حتما باید پدر و مادر هر روز همراهش صحبت کنند، در هفته در آخرش هم، که در مکتب اساسا با کدام کارها مشغول است، دوست نزدیکش کی است، چه خصلت ها دارد، مناسبت معلم ها با او چگونه است و او چگونه معامله می کند. و در داخل اون حتی می توانند بعضی چیزها را که خیلی که گفتم در حیات خودشان بود، مثلا زیادی و کودک ها از عیب خود رو گفتن میترسن و کودک های زیاده هستن که تا مرگ خود بعضی از عیب هایی که عیب های جدی بود یا اینکه
خطاگی هایی که کردن نمیگویند. وقتی پدر و مادر با فرزند صحبت میکند از اشتباه های خود میگوید که در وقت مکتب بار من این گونه حکایه، یعنی این گونه ماجرا شده بود یا این حکایه گذشته بود از سر من، فرزند هم در این باره صحبت میکنند و پدر و مادر درک مییابند که این گونه خطاگی های جدی در کودک هست. یعنی با صحبت کردن اکثریتی کوتاهی یا گفتیم اشتباه های کودک رو ما پیدا میکنیم و اینچنین با صحبت کردن و اکثریتی کمبودی هایی که کودک دارد ما میتوانیم راه حلش رو پیدا کنیم. کودک هایی هستند که تمام عمر ترس از چیزی یا از کسی دارند، اما برایشان یک فرصت هنوز نشد که آنها درباره ترس خود با پدر خود گویند. مادری رو پیدا نمیکنید که بگوید که فرزندم من از این چیز ترس داشتم در کودکی، تو از چه چیز ترس داری؟ یا اینکه پدری نیست که بگوید که فرزندم من بعضی چیزها رو این گونه از پدر و مادر خود پنهان کاری میکردم، تو چی ها رو پنهان کاری میکنی؟ یا اینکه حتی اینکه مثلا دوستانی تو چگونه پنهان کار هستند. نه، مایان دیگر در دست تلفن یا تماشای رولک یا چیز دیگری هستیم، در حالی که کودک ما در خانه ما که پیشتر هم گفته بودم مدتی کودکی، عمر کودکی خیلی کوتاه است، اما پیامد آن، تاثیر آن تمام عمر در کودک میماند. هر چیزی که در کودک شما کاشتید و بنا کردید او همین گونه بزرگ می شود و هرگز نگوید که نه من این گونه بزرگ کرده بودم چرا این گونه شد. برای همین عزیزان اینجا مسئله جدا کردن وقت حتی به کوچکترین یعنی میده ترین فرزند خود در خانه می توانید یک مدت کوتاه برایش، البته جدا که با این همون دقیقه صحبت می کنم هر روز که هر یک کودک در سن سال مناسب خود صحبتی خود را دارد. البته اون صحبتی که با 5 ساله میکنی با 10 ساله نمیکنی، صحبتی که با 3 ساله میکنی با 6 ساله نمیکنی و هر یک همش رو جمع کرده یک سوال و جواب نه، برای اینکه کودک ها در نزد خواهر و برادر خود باشن هم از ابراز کردن بعضی چیزها شرم میکنن، حیا میکنن، خجالت میکنن. نه، حتما باید تنها کمترین فرصت باشد هم با فرزندان خود باید صحبت کنیم. انا اینجا میگویم در سخن این گونه مشکل دارد، در بیان کردن سرش این گونه مشکل دارد، او از این چیز ترس داشته است، از این چیز بیم دارد، از این گونه آینده می ترسد، که در این وقت ها ما می توانیم در حقیقت آن مسئولیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما مسئول هستید، آن مسئولیت را به خوبی تمام کنیم. و مشکلی در این است که عزیزان سبحان الله اکثریت پدر و مادران کوتاهی های خود را به دوش مسافرت، به دوش جای کار، یا اینکه زن میگوید پدرش بد است برای همین فرزندی من بد، یا برعکس پدر میگوید مادرش که خوب نیست اینها هرگز خوب نمیشوند، یعنی همین گونه از مسئولیت خود گریزان هستند. در حالی که پیامبر میگن کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما چی هستید؟ هم مسئول هستید و شمایان پرسیده می شوید از زیر دستان خود. پدر هم مسئول است، مادر هم مسئول است. پدر از مسئولیت خود پرسیده می شود و تو گفته نمی توانی که نه این مادرش بود، و مادر هم از مسئولیت تربیه خود پرسیده می شود، نمی گوید که این پدر بود. پس بیایید هر یک نفر مسئولیت پدری، مادری، خواهری، برادری خود را به خوبی انجام دهیم، کسی را متهم نکنیم در این مسئله، یا پای کسی را به میان نگیریم، نآوریم که انا این عیبدار این گونه کارها هست یا این گونه خطاگی های ما هست. میبینیم که از دست ما چه فرزنده بزرگ می شود. و این بود برنامه کوتاه من همراه شما عزیزان. انشاءالله در برنامه های دیگر باز درباره مهمترین نکته های تربیه فرزند، درباره دروغ گفتن فرزند، درباره بعضی دزدی کردن فرزند، از این مسئله ها با هم صحبت میکنیم. تا برنامه های دیگر در پناه الله باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.